خدمات مطبوعات وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان خبر زهرالودشوی دهم محبوس در مؤسسه اصلاحی زندان نو وحدت را رد کرد. بنا به این منبع روز 2 نوامبر با سپارش امبودسمن امید بابازاده در رابطه به خبر در مطبوعات در این باره نشر شده سنجش گذرانیده شد. این سنجش در حالی است که نمایندگان جامعه شهروندی از امبودسمن خواسته بودند که به قضیه زهرآلود شدن 40 محبوس در محبس نو وحدت رسیدگی کنند. اخیراً سامانه از دو تو با تکیه به منابع خود خبر داد که در زندان نو وحدت حدود 40 محبوس بر اثر آشامیدن آب ناپاک زهرآلود شدند. به گفته منابع این نشریه آبی که محبوسان استعمال میکنند قابل نوشیدنی نیست، ولی زور همه محبوسان به خریدن آب از بیرون نمیرسد. سردار زندان وحدت ترسونوف بختیار گفته است این خبر اساس واقعی ندارد. ترسونوف به کارمندان اداره امبودسمن معلوماتنامه مرکز اکسپرتیز سانیتاری و اپیدمیولوژی و نظارت در نقلیات و سرحدات وزارت تندرستی را از 20 آگوست سال 2021 تحت رقم 57 ارائه کرده است که در آن گفته می شود نمونه آب آزمایش شده از روی نتیجه نشان دهنده های فیزیکی و کیمیاوی به طلبات جوابگو می باشد. اداره امبودسمن گفت سنجش نشان داد که در قسم طبی این زندان همگی 15 بیمار تحت تبابت قرار داشتند. چند نفر آنها از جمله حکمت الله سیف الله زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عاقل ایومبیکوف، دادر طالب ایومبیکوف، همچنین سنگوف، تقای مرادوف، عبداللهیف، غنیف گفتند که آب نوشاکی مؤسسه خوب می باشد، اما در خصوص زهرآلودشوی یکمین مرتبه واقف شدند. همین طور محکوم شدگان شاکر و اوچلدیف که در زندان به صفت طبیب فعالیت می نمایند در صحبت به نمایندگان اداره امبودسمن گفتند که این خبرها اساس واقعی ندارند و یگان نفر از زهرآلودشوی آب در قسمت طبی بستری نشده است. اینچنین آنها ابراز نمودند که در بین محکوم شدگان نفرانی هستند که هر گونه آوازه‌های اغوا انگیزی را پهن می نمایند. گفته می شود در اطلاعیه محبس نو در کانال راه دوشنبه وحدت تابستان سال جاری به استفاده داده شد. محبوسان محبس رقم 1 در مرکز دوشنبه را به همین محبس نو انتقال دادند. مقامات میگویند این محبس که با کمک سازمان‌های خارجی ساخته شده است جوابگوی معیارهای قبول شده بین المللی می باشد.